دوستا، درس امروز ما درباره اکستنشن های ضروری امازون بالای کروم وب استور کلیک میکنیم و در قسمت اکستنشن در اینجا که آمدیم سرچ میکنیم سیلر سپرایت انتر میکنیم. ببینیم اینی اول که هست سیلر سپرایت است امازون ریسرچ تول. بالای ازی کلیک میکنیم و در قسمت اد تو کروم ایره به کروم ما اد اکستنشن بالای اد اکستنشن میزنیم و ایره به اکستنشن های ما اضافه میشه. ببینید در این قسمت یک اکستنشن که در حال دانلود است. ببینید این اکستنشن دانلود شد. میایم بالای در این قسمت در اکستنشن بالای ازی کلیک میکنیم و ایره پن میزنیم. به خاطر که به کار خود شروع کنه باید ایره پن کنیم که نشان داده شود. مثلا میایم amazon.com انتر میکنیم. در قسمت سرچ نام یک برند را، هر برند که شما میخواین او را سرچ کنید. مثلا کاسلکس یک برند است. ببین در این قسمت که است اینی چارت که است تمامش مربوط به سیلر سپرایت است. کار سیلر سپرایت در این قسمت چی است؟ مثلا میتونیم دیتیل و معلومات از این پروداکت رو به ما نشان میده. مثلا ایسن از این پروداکت رو به ما نشان میده، برند که نام برند چی است و سیلر از این کی است، توسط که فیلمت میشه و سیلرایشه، همه قسم بیسارشه و در کدام کتگوری است به ما نشان میده. همین قسم تمامشان چک کنیم. بعد از این میایم بالای از این پروداکت کلیک میکنیم که مختصر شود که کار سیلر سپرایت چی است. یک دقیقه صبر میکنیم تا سرچینگ روان است تا که سرچ شود. ببینیم در این قسمت هایت اند شو بالای شو کلیک میکنیم. ببینید اینی چارت که است، تمام چارت تا این قسمت از اینجا تا از اینجا تمامش مربوط به سیلر سپرایت میشه. در این قسمت ببینین ایسنش هم کاپی میتونین، نام برند هم کاپی میتونین، سیلرشان هم میبینین کیسه توسط چی شخص ای فروشات یعنی مفروشم. بعد از در این قسمت ببینین بیسارشان پروداکت در کدام کتگوری است، در همون کتگوری در کدام بخشش است که در بخش فیس است یعنی کریم روی است. این هم مربوط سیلر سپرایت میشه. در اینجا ببینین به ما کرنت استاک کرنت یعنی چقدر استاک است. ببینین همراه ازی که است 999 پلاس از 1000 به بالا استاک است. همراه ازی سیلر که است 2,35,000 استاک است. و همین قسم ببینین همراه تمامشان استاک به ما نشان میده. این کار سیلر سپرایت بود. بعد از این میایم در قسمت دوباره در قسمت سرچ و در این قسمت نوشته میکنیم گرابلی کوشش کنین شما فاصله یا چیزی در اکستنشن ها نتین، به خاطر که وقت فاصله میتین یا نام یک حرف شام خراب میزنین بر شما ریزلت نمیکشه. در این قسمت ببینید ای که از گرابلی است. کار از این را ما براتون نشان میتونم کار از این چی است. ببینید در این قسمت میایم در add to chrome add extension میزنیم.
یک چند دقیقه صبر میکنید تا این دانلود شد. ببینید دانلود شد. بعد از این میایم بالا اکستنشن و این را هم پن میکنیم به خاطر که به ما شو شود کار از این چی است. در این قسمت دوباره صفحه امازون را رفرش میکنیم و یک دقیقه صبر میکنیم تا ریلودینگ شود. قسمت نوشته است بای گرابلی. کار گرابلی چی است؟ مثلا همین پروداکت وقت ما میخوایم سورسینگ شه، این به خاطر اربیتراژ بسیار به کار میاد. به خاطر که اگر میخواین دایرکت بفهمیم که همین پروداکت در والمارت به کدام قیمت به فروخته میشه، در این قسمت میبینید کنترل میگیریم و در ای بی هم کنترل میگیریم. در دایرکت در شما به اکاونت همین پروداکت را در ای بی میتونین با آسانی سرچ کنین. ببینید در این پروداکت در ای بی هم است، در والمارت هم است، در ای بی هم است. ببینید در این قسمت به خاطر سورسینگش آسان شد. این کار از این است که شارکت است، یعنی کار ما را آسان میکنه. ببینید در این قسمت اسنش هم کاپی میتونید. در این قسمت با ما نشان میده که بیشتر از این پروداکت چند است و در کدام کاتگوری است. و پرایم معنای پرایم ای است که FBA یعنی فولفیلمنت بای امازون و 8 سلر FBA است و 3 سلر FBM است. در این قسمت کوانتیتیش هم دیده میتونید. این مربوط گرابلی است.